پیام امساله اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان واقعا هم نسبت پیام های قبلی به کلی فرقیت داشت. تحلیل تمام جبهه های مهم خواجگی خلق مملکت در پیام امساله ارائه گردید. پیشوای معظم ملت یک نکته را به مورد ابراز داشتند که بنیاد ملت از معارف آغاز می‌یابد. این دلالت آن است که پیشوای معظم ملت از سالهای اول صاحب استقلالی دولت به رشد و نمو ساحه معارف توجه خاص ظاهر کرده بود و نسبت این ساحه همیشه توجه ظاهر می نماید. واقعا هم در پیام امساله درج گردید که تا سال 2026 1 میلیون نفر جوانان ساکنان از 18 سال بالا باید صاحب کسب شوند. به خاطر بهتر شدن سطح و صفت زندگی مردم، به خاطر به جای کار تامین نمودن شهروندان، همچنین استحصال با صفت محصولات، همچنین پیشوای معظم ملت سال 2022-2026 را سال رشد صنعت در مملکت اعلان داشت. این اعلان داشتن سال رشد صنعت در مملکت تنها وظیفه صنعتچیان نیست. این در این زمینه باید تمام مسئولین دانشگاه و دانشکده های جمهوری جهت آماده کردن کادرهای اختصاصمند که در آینده اداره کنی کارخانه های صنعتی، یعنی اداره کنی تکنولوژی معاصر صنعتی را به دوش خود گیرند. در پیام امساله رهبر دولت به مورد نظر نیک نسبت فعالیت جوانان و نیروی پراقتدار و مانند ناموس بودن جوانان ابراز نظر کردند و پیشوای معظم ملت تاکید کردند که واقعا هم دولت و حکومت تاجیکستان نسبت جوانان پیوسته مراق ظاهر می نماید. رهبر دولت ابراز داشتند که فرزند تربیه را از مادرش می گیرد و فرزندی که تربیه مادرش را گرفته است در آینده ادبیات شناس، اقتصادچی، سیاستمدار و گنرال می شود. واقعا هم این هم درست است و در جامعه که زن به سواد است آن جامعه رو به ترقی و به پیشروی دارد. اطمینان کامل داریم که این دستور و هدایت های رهبر دولت و تمام مردم تاجیکستان سرمشق کار خود نموده در آینده بهر پیشرفت جامعه در زمینه دستور و هدایت های رهبر دولت که از پیام منشأ میگیرد کار و فعالیت می نماید.